سلام علیکم بینندگان عزیز. اگر شما میخواهید که ویدیوهای خندوار را تماشا کنید پس به کانال بوبوی خالو ابونه شوید. بچه کجا شده باشه آخه به همه گواره یا کای یا علف یا پامای یا چپته آخه این الان قرغن که راست بیگاش دیده آخه اوقاتی بیگاش آنها بده سنگاله سنگاله بچه تازه گواره یا اوقات پامای یا چپته تازه هدا کن بید گرم کلات میزنم حالی کلات پچه شده میره با این الان قرغن که بچه ای کتا بده جیره بچه را کلان کده می قدر دراز کده یو کلا بیمانشی در اب بگه هم این الان قرغن که گره همی راستا بگه کارد بیام دیل من مسفل گیرم نگم او گاوشم که بجا هدا تو کام بوچی دار بجوم کا بگو ندارم کام برای دری زمین کا کرده علا بالا بالا گو مولا بده گپا کا میگم ولی اگه پاری چا کرده اگه گپا بخری این الان قرغن که قدر داده یو عقلانه دیل ما گرفتیم یکی این الان قرغن که گفتره بچه کلان کده همه این روزا گپ داگیر شده این الان قرغن که راستا بگایی بچه را کلان کدم یا دردی سر موجود که آخه همی یک کار با این خانه را بگو راستا بگا میگرده دای دوشی در ابتا همی سگل دقتی دمی امرکی دگی داد دیگه آدم ها پیسان نمیکنه گپا گوش نمیکنه با کم این روزا ای خیلی دگزست نگه عرق خوریده این آمد که ای مردم چی حاله حال درست تو بگر عرق خورید یا بریم مسافر یا ازدواج سکنیم کم کم در کنه کو خیلی میدونی کو خیلی با همه آدمی همین مسافر یا ازدواج سکنیم یا خیلی میدونی کو یا مسافر یا ازدواج سکنیم با ماستا یا با پیانات چیکار پای مسافر با عرق خوردی یا این قرغن که گرده ما همین خطا کجای دیدگیم چکشما آخه او شیشه را کی زدی با دیگه آدم ها رو نمیشنازی که جای دیدگی رو میگی فهمیدی ولی هم کاری چکت یا گفت میخوری با تماشا کن مسافر ها گپا خویده گپ زن این قرغن که ریرا بیه کلون جان ایرانی گپا گوش نمیکنه یه مرا گوش کن ها همینجا میگیریم باراد میبندم یا بچه این حالی بکاشم میکنم تو میرا گفتسی تو را گفتسم چه مگه میزنم از مسافر من بریم ای مردک تای با نمیده مصطفی دوتون زدی مرا گوش کدنک من از 10 ساله ای مسافر میترسیدم مسافر یک رخ بده کو